سلام دوستان، به کانال داستان کهن خوش اومدین. قرار این ویدیو اولین ویدیو از سری ویدیوهای معرفی پیامبران باشه. قرار تو این ویدیو از حضرت هابیل و قابیل شروع کنیم تا به پیامبر اسلام برسیم. تو این ویدیو با هابیل و قابیل و حضرت ادریس میپردازیم. برای حمایت از ما لایک و کامنت کنین و سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین تا هیچ قسمتی رو از دست ندین. خدا به آدم وحی کرد که اسم اعظم و میراث نبوی و اسمایی رو که به تو تعلیم دادم و اون چیزی که مردم بهش احتیاج دارن و به هابیل بسپار. آدم هم اینطوری کرد. وقتی قابیل مطلع شد عصبانی شد و پیش آدم اومد و گفت پدر جان، مگه من از اون بزرگتر نبودم؟ به همین سبب من شایسته ترم. آدم گفت ای فرزند، این کار دست خداست و هر کی رو بخواد به این منصب میرسونه. خدا این منصب و مخصوص اون قرار داده، هر چندم تو از اون بزرگتری. اگه میخوای بفهمی من درست میگم یا نه، هر کدومتون یه قربانی به درگاه خدا ببریم. قربانی هر کدوم قبول شد شایسته تر از اون یکیه. نشونه قبولی قربانی هم این بود که آتشی می اومد و قربانی رو میخورد. قابیل زراعت میکرد. برای قربانی کمی از گندمای بیارزش و نامرغوبش رو جدا کرد و به درگاه خدا برد. ولی هابیل گوسفنددار بود. یکی از بهترین گوسفندان چاق خودش رو جدا کرد و برای قربانی برد. آتش اومد و قربانی هابیل رو خورد و قربانی قابیل رو بار خودش گذاشت. شیطون نزد قابیل اومد و گفت این اتفاق توی حال برای تو اهمیتی نداره، چون تو و هابیل برادرین. اما بعدا فرزندان هابیل به فرزندان تو افتخار میکنن و به اونا میگن که ما فرزندان کسی هستیم که قربانیش قبول شده، ولی قربانی پدر شما قبول نشده. اگه تو هابیل رو بکشی، پدرت ناچار میشه منصب به تو بده. و اینطوری اونو ترغیب کرد تا برادرش رو بکشه. قابیل رو به هابیل گفت به خدا سوگند که تو رو میکشم. هابیل گفت خدا فقط از متقیان قبول میکنه. اگه تو برای کشتن من دست به طرفم دراز کنی، من هیچ وقت تلاش نمیکنم که تو رو به قتل برسونم، چون که من از خدا میترسم. قابیل میخواست هابیل رو بکشه، ولی اینکه چطوری بکشدش رو نمیدونست. ابلیس پیشش اومد و بهش یاد داد که سر برادرت رو بین دو تا سنگ بذار و سنگ رو به سر اون بکوب. قابیل بعد از اون که برادرش رو کشت نمیدونست جسد رو چیکار کنه. تو این حال دو تا کلاغ از راه رسیدن و به هم حمله ور شدن. یکی از اونا یکی دیگه‌ش رو کشت و اون رفت زمین و با پنجاش کند و کلاغ مرده رو توی اون چال کرد. قابیل وقتی اینو دید فریاد زد که وای بر من عاجزتر از این کلاغم که نتونم قد یه حیوان بفهم که چطوری جسد برادرم رو دفن کنم. در نتیجه پشیمون شد و گودالی کند و جسد برادرش رو توی اون دفن کرد. بعد از اون دفن مردگان بین انسان‌ها سنت شد. قابیل پیش پدرش برگشت. آدم هابیل رو باهاش ندید. ازش پرسید پسرمو کجا گذاشتی؟ قابیل گفت مگه اونو به من سپرده بودی؟ آدم گفت با من بیا ببینم کجا قربانی کردی. توی اون لحظه اون اتفاق با آدم الهام شد. وقتی به محل قربانی رسیدن همه چیز براش روشن شد. آدم اون سرزمین رو که خون هابیل رو توی خودش فرو برده بود لعنت کرد و دستور داد تا قابیل رو لعنت کنن. از آسمون صدای اومد که تو به جرم کشتن برادرت ملعون شدی. آدم از اونجا برگشت و 40 شبانه روز گریه کرد. چون بیتابی زیاد شد به درگاه خدا شکایت کرد. خدا هم بهش وحی کرد که من پسری به تو میدم تا جای هابیل رو بگیره. چیزی نگذشت که هوا پسری پاک و پربرکت زایید. روز هفتم میلاد اون پسر خدا به آدم وحی کرد که آدم، این پسر بخششی از من به توست، او را هبت الله نام بگذار. آدم هم اینجوری کرد. وقتی که هبت الله یا همون شیس بزرگ شد طبق دستور خدا، آدم اونو وصی خودش کرد و اسرار نبوت رو به اون سپرد. حضرت آدم از خدا خواست که اونو تزویج کنه. خداوند حوریه‌ای از بهشت برای اون فرستاد و با اون ازدواج کرد و از اون 4 پسر به دنیا آورد. اون نزدیکی شهر کوفه توی مکان فعلی مسجد صالح زندگی میکرد و خیاط بوده. 300 سال عمر کرد و با 5 واسطه به حضرت آدم میرسه. برای این به اون ادریس میگفتن که معارف الهی و حکمت‌های آموزنده رو تدریس میکرد. برخی از تواریخ نوشتن که ادریس اولین کسی بود که با قلم خط نوشت
و علاوه بر مقام نبوت به علم و نجوم و حساب احاطه داشت. دوختن لباس رو به انسان‌ها یاد داد، چون که قبل از اون مردم با پوست حیوانات خودشونو میپوشوندن. توی برخی از روایت‌ها اومده که فرشته از طرف خدا پیش ادریس اومد، اونو به آمرزش گناهان و قبولی اعمالش مژده داد. ادریس خیلی خوشحال شد و خدا رو شکر کرد. بعد آرزو کرد که همیشه زنده بمونه و به شکرگزاری خدا بپردازه. فرشته از اون پرسید چه آرزویی داری؟ ادریس گفت جز این که زنده بمونم و شکرگزاری خدا کنم هیچ آرزویی ندارم، چون توی این مدت دعا میکردم اعمالم پذیرفته بشه که پذیرفته شد. الان میخوام خدا رو به خاطر قبولی اعمالم شکر کنم و به شکر ادامه بدم. فرشته بال خودش رو باز کرد و ادریس رو گرفت و به آسمون برد. توی بعضی از روایت‌ها اومده که اسرائیل روح اونو بین آسمون چهارم و پنجم قبض کرد. توی روایتی اومده یکی از فرشته‌ها مشمول غضب خدا شد. خداوند بالا و پراشو شکست و اونو توی جزیره انداخت. اون سالا تو عذاب بود تا وقتی که ادریس به نبوت رسید. اون هم خودشو به ادریس رسوند و گفت ای پیامبر خدا، دعا کن خدا از من خوشنود شه و بال و پرمو به من برگردونه. ادریس دعا کرد و خدا از اون درگذشت و بال و پرشو بهش داد. فرشته هم که سلامتشو باز یافته بود به ادریس گفت حاجتی داری؟ ادریس گفت آره، میخوام منو با آسمونا ببری تا با ملک الموت یا همون اسرائیل ملاقات کنم تا با اون مانوس شم. فرشته ادریس رو با آسمان چهارم برد. توی اونجا ملک الموت رو دید که نشسته و سرش رو از روی تعجب تکون میده. ادریس بهش سلام کرد و پرسید چرا سرتو تکون میدی؟ اسرائیل گفت خدا به من فرمان داده که روح تو رو بین آسمون چهارم و پنجم، یعنی توی همین مکان قبض کنم. من به خدای متعال گفتم آیا چنین چیزی ممکنه؟ با اینکه بین آسمان سوم و چهارم 500 سال و بین آسمان دوم و سوم نیز همین مقدار فاصله است. بعد از اون اسرائیل روح ادریس رو قبض کرد. توی عمر ادریس اختلافه. یعقوبی عمر اونو 300 سال نوشته، ابن اسیر عمر ادریس رو 365 سال نوشته، اما مسعودی توی اثبات الوصیه روزی که ایشون رو به آسمون بردن از عمرش 360 یا 350 سال گذشته بود. توی آغاز نبوت ادریس سلطان جباری بود. روزی به تفریح و سیاحت مشغول بود. توی راه به سرزمین سرسبزی رسید. از اونجا خوشش اومد و خواست اون رو تصرف کنه. اون زمین مال بنده مؤمنی بود. دستور داد برای خریدن اعزارش کنن، اما مرد حاضر به فروش نشد. پادشاه درباره این پیش آمد ناراحت و متحیر بود و به شهرش برگشت و با همسرش مشورت کرد. زنش پیشنهاد داد که چند نفر رو وادار کنه تا به دروغ شهادت بدن که مالک زمین از دین پادشاه بیرون شده و دادگاه هم حکم قتلش رو صادر کنه و زمینش رو تصرف کنن. شاه هم با انجام این کار زمین اون مرد مومن رو غصب کرد. خداوند به ادریس وحی کرد که پیش پادشاه برو و پیام منو به اون برسون که آیا با کشتن بنده مومن بیگناه من راضی نشدی؟ زمینش رو هم مصادره کردی و زن و فرزندش رو گسنه و محتاج و تیدست ساختی؟ به عزتم سوگند در آخرت انتقامش را از تو میگیرم و در دنیا هم سلطنت را از تو سلب خواهم کرد و ملکت را ویران و عزتت را به ذلت تبدیل خواهم کرد و گوشت همسرت را خوراک سگان خواهم کرد، زیرا حلم من تو را فریب داده است. ادریس پیش پادشاه اومد و پیام خدا رو توی حضور بزرگان به اون رسوند. شاه رو از مجلسش بیرون کرد و به اشاره همسرش افرادی رو برای قتل اون فرستاد. بعضی از یارای ادریس که از ماجرا مطلع شده بودن به ادریس خبر دادن که از شهر خارج شه. ادریس با بعضی از یارانش همون روز از شهر بیرون رفت. ادریس توی مناجاتی که با خدا داشت درخواست کرد تا وقتی که شاه از خواستش برنگشته باران رحمت به اونا نباره. خدا به ادریس فرمود در این صورت آن سرزمین مخوبه بیش نخواهد بود و انسانهای بیشماری هلاک خواهند شد. ادریس بین عذاب رضایت داد و با یارانش به غاری توی کوه پناه برد و هر شب به امر خدا فرشته‌ای برای اونا غذا می آورد. بعد از اون که عذاب خدا نازل شد شهر ویرون گشت و پادشاه کشته شد و همسرش هم لقمه سگان شدن. مدتها بعد پادشاه ستمگر دیگه‌ای روی اون جماعت حکم رو. 20 سال بود که بارانی نیومده بود. مردم که توی نایت سختی بودن ناچار شدن از شهرهای اطراف غذا و آب توی خونه هاشون انبار کنن. توی مردم کم کم حالت توبه ایجاد شد و تصمیم گرفتن به عبادت روی بیارن. برای همین با لباسای خشن در حالی که خاک روی سرشون میریختن به تضرع و دعا پرداختن.
خدا به ادریس وحی فرستاد که مردم به توبه روی آوردن و من که رحمان و رحیمم از گناهاشون درگذاشتم، ولی توقف عذاب بستی به درخواست تو از درگاه ما داره. ولی ادریس از خواسته خودش دست نکشید. خدا هم به فرشته‌ای که برای ادریس غذا می آورد دستور داد که غذا دیگه نبره. ادریس 3 روز بدون غذا موند تا از شدت گشنگی شروع به اعتراض کرد و گفت پروردگارا، قبل از اون که روح رو قبض کنی روزیه‌مو قطع میکنی؟ خدا بهش گفت تو فقط 3 روز بدون غذا موندی و اینطوری درمونده شدی. چطوری به فکر مردم خودت نیستی؟ همون کسایی که 20 سال درد گشنگی و تشنگی رو دارن میکشن. وقتی از تو خواستن براشون دلسوزی کنی بخل ورزیدی. حالا که اینطوره بلند شو بین اونا برو و دنبال امرار معاش باش. ادریس در حالی که گشنه بود وارد شهر شد. دودی که از خونه اید بلند شده بود توجهشو به خودش جلب کرد. به طرف اون خونه رفت و پیرزنی رو دید که 2 تا قرص نان داره. از اون خواست که یه قرص نانشو بهش بده. پیرزن گفت ای بنده خدا، دایی ادریس چیزی برای ما باقی نذاشته، بهتر روزی تو توی شهر دیگه پیدا کنی. ادریس دوباره اصرار کرد تا پیرزن مقداری از اون قرص رو بهش بده تا دست کم بتون رو پاش بیسته. پیرزن گفت قرصی از اونا سهم فرزندمه و قرص دیگه‌اش سهم خودمه، هر کدوممون نخوریم میمیریم. با توصیه ادریس سهم فرزند پیرزن به طور مساوی بین اون دوتا تقسیم شد. فرزند که طوری دید از شدت خوف و اضطراب جان باخت. پیرزن که سراسیمه شده بود ادریس و مسئول مرگ فرزندش دونست. ادریس برای آروم کردن پیرزن گفت ناراحت نباش، من به اذن خدا روحشو به کالبدش برمیگردونم. پیرزن که زندگی مجدد فرزندش رو دید به ادریس ایمان آورد و با صدای بلند توی شهر صدا زد که ادریس به میان ما برگشته. مردم دور اون حلقه زدن و از سختی‌های 20 سال گذشته باج گفتن و از ادریس خواستن تا عذاب الهی رو از اونا برداره. ادریس گفت این کار در صورتی امکان پذیره که همه مردم با همراه پادشاه با سرها و پای برهنه در برابرم حاضر شد. پادشاه سرکش 20 نفر رو فرستاد تا ادریس رو بیارن. ادریس اونا رو قبض و رو کرد. گروه دیگه هم که بالغ بر 50 نفر بودن وقتی با بدنهای بیجان و گروه اول مواجه شدن به ادریس اعتراض کردن و گفتن حدود 20 سال با داد ما رو گرفتار عذاب الهی کرد. بگو چت شده که با ما اینطوری رفتار میکنی؟ ادریس خواسته خودش رو تکرار کرد تا اینکه در نهایت پادشاه و مردم همراهش در برابر ادریس به خضوع افتادن و ازش خواستن تا از خدا بخواد که بارون بیاد. ادریس پذیرفت و چیزی نگذشت که بارانی سیلاسا تمام سرزمین و نواحی اون اطراف رو گرفت، طوری که مردم فکر میکنن هر لحظه ممکنه سیل اونا رو از بین ببره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تو ویدیو بعدی از داستان حضرت نوح شروع میکنیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر به پلیلیست کانال سر بزنین و برای حمایت از ما لایک و کامنت کنین و سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا هیچ قسمتی رو از دست ندین. تا ویدیو دیگه، خدا یار و نگهدار.